وقتی بچه یاش بودم یک موسفید گفته بود که پلدار بازار بره به پل مزار بره. این طرف قبرستان بازار مزار. اینه بینید در ازبکستان در تاشکند. این طرف در این طرف در مختو، این طرف در افتو. مقصد پرسپاس کردم رنگ خدمت میکندیم. دالان ایوانک میکنید درون میدونه که خونه رنگ خدمت. سلام و درودی به پایان با کل هموطنان، با کل فارس زبانان. اختم قبرستان. ایس قبرستان، ایس بازار. یک جای میدونیم همه ما در مقصد چه خیلی قبرستان همون در راه دوره کن. اینه بازاره، بازاری کلان. بازار اینجا قبرستان میدونیم. این حال در ازبکستان قرار داره. اینه قبرستان. یک جای میدونیم دیدن میتونیم. همون ینگه که داشتیم در ازبکستان در شهر تاشکند، همون ینگه ما بندگی کرد. اومدیم که جنازه شد دریا اونه کردیم و سر منزلش اومدیم. قبرستان رو دیدیم. اومدیم یک کف دعا کنیم گفته در ماه شریف رمضان. خدا جاشون رو جنت کنن. این قبرستان داریم. ما با کمک کتوحک میفهمونم برای برادرها. این ینگه ما وقت شده امک بچه همون میان در همه ازبکستان سال 13 خدمت میکنن. ینگه مونان دختری که ازبک زبان رو میگیرن و تاجیکستان رو میبرن به دهه سنتو دارن. بعد در اونجا فرزنددار میشون. اینا برادری ما خورشید جان وقتی پیش فرزنددار میشون. همین خورشید جان رو تولد میکنه. خودش ما ردیت تو میگیم. کسی که برنامه ما رو تماشا کردگی باشه ما در برش گپ زدگی بدم. ردیت تو میره در یک توت موتورسیکل قطع میزنن میبره. بعد یا اگه وقتی میستن میخیزن میان ازبکستان وطن خودشون میان. خیلی خورشید جان این حال بالای کار وظیفه شکر خدا زندگی خوب. امروز اینا با بندگی کردن ما زنگ زدن. من پدر ما گرفتم، بیازده ما گرفتم، هر دو پیروی کار را گرفتم و قطعی زناشون خستیم اومدیم دیگه ازبکستان. تا گرانسه قطعی گذاشتیم، گرانسه اویبک قطعی خستیم اومدیم. منزل جوگاش من دیدم در حقیقت حیرت انگیز بگیم. در حیرت من ایره بینیم چه خیلی منزل جوگاشون ایره بینیم. در حقیقت برام خواستم یک بناوار بگیرم. اینجا در قبرستانشون رو گل کرده بگیرم. در حقیقت قبرستان ها تماما دیگه خیلی اینه بیننده اهمیت بده. قبرستان ها تماما دیگه خیلی خدمون دیگه خیلی مقصد پرسپاس کردم رنگ خدمت میکندیم. دالان ایوانک میکنید درون میدونه که خونه رنگ خدمت. خیلی برادرها منزل جوگاهشون خواستم شما در نشان بدم. با ما در حیرت آورش همین بود که بازارای مزار، بازارای قبرستان ایشا با بار اول دیدم. کلام این طرفش این طرفش پویون خیلی منزل جوگاهی کلام در قبرستانی کلام بودم. در حقیقت کلام خیلی برادرها عاقبت همه همیه. ها بار دیگه ماه شریف رمضان تون مبارک شود. این طرف در این طرف در مختو، این طرف در افتو. دیده در قبرستان. خیلی زندگی خودش همین بوده. یه وقت خوش، یه وقت زیر. خداوند بزرگ هر یک مومن مسلمان با این پیر و کمپیر کارا گرفتیم.